علم همچون فانوسی راهنمایی است که آموزش آن در شیب و فراز روزگار آدمی را چون آب و نان قوت و مدار را میبخشد و روزگار ما و شما را حاصل این گنج به‌بها پرسعادت میگرداند. علمت به عمل چو یار گردد، قدر تو یکی است هزار گردد. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف همه ساله برگزار می‌گردد. باید تذکر داد که آزمون مذکور با مقصد رشد تفکری تکنیکی، وسیع نمودن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی همزمان در استعدادهای نو در این سمت راه اندازی گردیده است. طول 3 روز است در شهر دوشنبه دور نهایی این آزمون بین داوطلبان دور جمهوری دایر گردید. آمادگی البته گوناگون است. بعضی خوانندگان بسیار آمادگی خوب دیدند، به سوال‌ها هم به طور خطی مسئله ها خوب حل کرده جواب دادند و هم در هنگامی که به طور شفاهی جواب میدادند در نزد حکمان جواب‌های قانع کننده، جواب‌های پررو مکمل با استفاده از فرمول‌ها، نقشه‌ها و همون تئورم و نظریه‌های موجوده جواب میدادند. ولی بودند خوانندگانی که آمادگی زیاد ندیدند یا اینکه آمادگیشان ناپوره است، آنها تنها همون بعضی تعریف یا اینکه فرمول‌های اساسی را میگفتند و ماهیت فیزیکی آنها را شرح داده نمیتوانستند. یعنی آمادگی گوناگون است، سطح دانش گوناگون است، جوابدهی گوناگون است و ما در اساس همین جواب‌های خطیشان و جواب‌های شفاهیشان غالبان را معین خواهیم کرد. یکی از اولین هدف‌های این گونه آزمون‌ها این جلب خوانندگان و دانشجویان به آموزش فن‌های دقیق، خصوصاً فیزیک، متماتیک، بیولوژی، شیمی و دیگر فن‌های طبیعت شناسی میباشد. زیرا در جامعه ما نارسایی کادرها در این ساحه‌ها و کم بودن داوطلبان به اختصاص‌های فن‌های دقیق و طبیعت شناسی به نظر می‌رسد. برای همین مشکل را کم کردن و از بین بردن از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون علم فروغ معرفت تشکیل کرده شد که حالا دور جمهوری آن جریان دارد و البته این یکی از راه‌های تشویق و ترغیب کردن علم، جهانبینی علمی، تفکر تکنیکی و دانش‌های علمی به جامعه می باشد که توسط تلویزیون و رادیو و دیگر وسایل اخبار عامه انعکاس گردیده ایستاده است و همچنین معرفی کردن صاحب استعدادها، خوانندگان و دانشجویان بالیاقت و آنهایی که دانش چقور و عمیق علمی دارند. یعنی ما آنها را اول کشف میکنیم، در جامعه معرفی میکنیم و در آینده به آنها دستگیری‌های معین کرده می شود. باید یادرس شویم که این آزمون علمی معرفتی از روی 7 نامیناسیا بین داوطلبان دایر گردید. این نامیناسیاها ماتماتیکا، اریتمتیکا، الگبرا و گیومتریا، فیزیکا و استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، بوتانیکا، زوولوژیا و آناتومیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری میباشند. من شریفه اناهیتا خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمر رقم 29 ناحیه شامسوری شهر دوشنبه میباشم. در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از روی نامیناسیای فیزیکا و استرونومیا اشتراک نمودم. دور چهارم نسبت به دورهای دوم و سوم مشکل‌تر گذشت و در آزمون در 2 روز برگزار گردید. روز یکم حل مسئله ها از فیزیکا و استروفیزیکا و روز دوم باشد سوال جواب به طریق شفاهی برگزار گردید. سوال ها در دایره نظامنامه با ما داده شدند و از استروفیزیکا کمتر مشکلی کشیدیم در جواب دادن. شماره اعضای حکمان زیاد بود و ما به حیثیت داده شدیم در وقتی جواب دادن و امیدوار هستیم که در این دور نیز سزاوار یکی از جایهای نمایان گردیم. من در آزمون علم فروغ معرفت از نومیناسیای فیزیکا اشتراک نمودم. آزمون از 2 دور عبارت بود. دور یکم این مسئله ها بودند. در دور یکم مسئله ها طریق خطی حل کردیم و مسئله ها آسان بودند. افتخار دارم که در دور جمهوری آزمون اشتراک می نمایم و در دور دومی آزمون از نظریوی بود و سوال ها به زبان تاجیکی بودند. می‌خواستم که سوال جواب پورا به زبان روسی و انگلیسی می بود. زیرا من در مکتب روسی تحصیل نمودم و این برای من کم دشوار بود که سوال‌ها به زبان تاجیکی بودند و امیدوارم در سال‌های من بعد آزمون در سطح بلند می‌گذارد.
ҳангоми таҳсил дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд хонандагон аз рӯи завқашон ба омӯзиши фанҳои дақиқ ҷалб карда шаванд, зеро раванди таълим ва натиҷагирии олимон исбот намудааст, зеро шахс маҷбуран дар дилхоҳ самт муваффақ буда наметавонад. Ба андешаи ҳакамони соҳибтахассус миёни давталабон иштирокчиёни фаъол ба назар мерасанд. дониши хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, умуман хонандагоне ки дар ин озмун иштирок доранд, аз ҷиҳати яъне ки нисбат яъне ки гирем хело яъне ки баланд аст. баҳогузорӣ нисбат ба ин озмуне ки се давре ки дар ин озмун гузаштааст, ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ин давр хонандагон ва донишҷӯён бо як шавқ, бо як масъулияти пурарзиш, яъне ки инро яъне ки чӣ хел гӯям, ин озмунро дарк карда ба ин озмун ба як тайёрӣ хуб омадаастанд. дар сужаи имрӯзаи мо танҳо довталабон ва ҳакамон аз номинатсияи фанни физика ва астрономия сухан карданд ва дар 6 номинатсияи дигар ҳамин гуна тӯли 3 рӯз раванди интиҳоии ин озмуни ҷумҳуриявӣ идома кард. мутобиқи нақшаи тасдиқгардидаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, дар толори фарҳангии театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими бо тантанаи ҷоизасупорӣ сурат хоҳад гирифт.